میخوایم الان ستیکه جلو رو بررسی بکنیم. توی ستیکه جلو چیزی که برای ما مهمه شاسی های ماشین هستش، چرا که تمام متعلقات موتور و جلوبندی روی شاسی های جلو هستش، در صورتی که شاسی و بدنه ماشین یک پارچه باشه. خب ببین برای شاسی ها ما چند تا موضوع رو باید بررسی بکنیم. مثلا شاسی های جلو، اول چیزی که شما باید برای کارشناسی بخواید بدونید اسمشون هستش، اسم قطعاتی که اینجا هستش. خب اسمشون رو من به ترتیب بهتون میگم. این باکس کمکه، خب اینو بهش دیواره آتش، فایروال یا سینی پشت موتور هم بهش میگن. ببینید اینه. اوکی. خب دوبل گلگیر هستش این قسمت. این شاسی ماشینه، مثل عقب که قوطی داشت. این شاسی ماشینه، این هم سینی شاسیه. شاسی سینی شاسی. اوکی. سینی شاسی کدومش؟ اینها. اینه. این هم سر شاسیه که تا انتها میره دیگه. متوجه شدی؟ بله. خب حالا یه سری از ماشینا مثل همین پراید، خب مثل همین پراید اینا سینیاشون چیزه، یه سری از سینیاشون کاوچوه، یه سری از سینیاشون فلزیه. مثل همین این سینی رادیاتور میگن، سینی بالای رادیاتور میگن. زیر رادیاتور هم یه دونه سینی عین همین قوطی داره که دقیقاً زیر رادیاتور هستش که میگن سینی زیر رادیاتور. متوجه شدید؟ خب این اسم ها رو شما برای چی باید بدونید؟ میرید بالا سر ماشین میخواد کارشناسی بکنید، برگه میخواد پر کنید، وقتی اینو مثلا بزنی شاسی یا سینی شاسی رو بزنی شاسی، طبیعتاً به غیر، ببین اون لحظه شاید طرف متوجه نشه. خب اما دفعه بعد قطعاً بدون که دیگه بهت زنگ نمیزن، چون در آینده متوجه میشه، بالاخره ماشینشو داری میخره دیگه. خب پس این خیلی مهمه. یه سری ماشینا مثل 206 خب سینی پشت چراغ دارن، مثل 206 اینها. ببین سینی پشت چراغ دارن، میبینی؟ این سینی پشت چراغ که اینجا اومده شاسی شروع شده تا انتها رفته. مثل همه قطعات دیگه خب شاسی ماشین، ببین کل این قوطی باید تمیز و شفاف باشه. تمیز و شفاف یعنی چی؟ یعنی آچار خوردگی نداشته باشه. آچار خوردگی یعنی چی؟ نه اون آچار، من هر آچاری میگم اون آچاری نیستش که تو دست مکانیکا میگن آچار تخته نیست. میتونه ابزار صافکاری رو بهش میگن آچار. هر چیزی که حالا کارشو بخواد راه بندازه صرفا میشه آچار. اوکی. موم سر کاپوت رو بررسی بکنید. ببین کارشناسی اومدی بالا سر ماشین، خب فقط میخوام راجع به 206 ها این موضوع. کارشناسی اومدی بالا سر ماشین، خب از دور میگه آقا کاپوتشو بکش. کاپوتو میکشه، همین که دست میندازه اینجا میگه این کاپوت تعویضه. طرف میگه این چه خدایی، اصلا هیچی رو هنوز نگاه نکنه، میگه نمیخواد کاپوت تعویضه. میدونی از کجا متوجه میشه؟ این تردستی ها میمونه، از اینجا متوجه میشه. مثلا 206 باید ستیکه باشه، باید مومش ستیکه. این موم غیر فابریکه 100% هم تعویضه دیگه، هیچ چیز دیگه هم نمیخواد شک کنی. خب ناخونم که بخوای بندازی بهش میترکه، نگاه کن، میبینی؟ اصلا موم خودش داره جدا میشه از بدن ماشین، میبینی؟ بله. این بعد داخلشون نه، داخلشون نارنجیه. استوک بودش که اینا چیز میشد، ستیکه میشد. استوک یعنی شبیه کارخونه. خب میبینی اصلا داخلش داره کنده میشه موم. ببین کنده شد، میبینی؟ چون نپخته، پخته نشده دیگه موم. چون پخته نشده راحت کنده میشه. متوجه شدی؟ همین درجا اصلا دیگه نمیخواد هیچی هم نگاه کنی. آره. یه داستان دیگه هم هست در رابطه با شاسی های ماشین. خب شاسی های ماشین
اگر که دیدید کاپوت خورده، گلگیر خورده، قطع به یقین باید شاسی رو خیلی بهش مشکوک بشی، خیلی باید بررسی بکنی شاسی رو، چون 99% ضربه سنگین بوده که اومده هم به گلگیر خورده، هم به کاپوت خورده و هم به اون یکی گلگیر خورده. پس خواهشم ازت اینه که اگر که ماشین 3 تیکه جلوش رنگ بود یا 2 تیکش حداقل رنگ بود، یعنی این کاپوت و این گلگیر، حتما شاسی رو ببین. حتی اگر که این گلگیر، اینا همه فوتای کوزه‌گریه، این گلگیر و این در یه طرف رنگ بود، قطع به یقین بین در و گلگیر که یه پالونی داره، ببین از این پشت شروع میشه، خب اون پالونی پایین، خب اون پالونی رو اینها، اون رفته تا پشت چیز رفته دیگه، پشت پایه گلگیر رفته. خب قطع به یقین بگو که تعویض رنگه. متوجه شدی؟ از کجا دارم میگم قطع به یقین؟ به شرطی که بررسی بکنی آثار ضربه رو ها. خب دوباره یه جمع‌بندی با هم بکنیم ببین که ذهن طبقه بندی بشه. اگر 3 تیکه جلو رنگ داشت چیکار میکنی؟ شاسی رو مورد بررسی دقیق قرار میدیم. چرا؟ چون وقتی این 3 تا تیکه رنگ شده 100% ضربه انقدر شدید بود که شاسی ضربه خورده. آفرین. بعد اگر در و گلگیر یه طرف، در گلگیر و کاپوت رنگ بود، کدوم طرف شاسیشو نگاه میکنی؟ شاسی همون سمتو. آفرین. خب اگر گلگیر رو در رنگ داشت، چیکار میکنی؟ گلگیر رو در رنگ داشت، باز شاسی رو دقیق مورد بررسی قرار. شاسی رو آره، و بین این دوتا رو بین در و گلگیر، پالونی رو که از اون بالا نشون دادم، از پشت میتونی متوجه بشی، از داخل به دیتا میده باز. خب یادت باشه حتما وقتی که میری بالا سر ماشین، گلگیرها رو از داخل نگاه کن، از اینجا، از این قسمتی که هست. گفتم باید هم رنگ بدنه باشه، سفید باشه حتما. بله. میبینی؟ بله. متوجه شدی منظورمو؟ بله. حتما هم این طرف و همون طرف و با هم مقایسه میکنی. آفرین. با هم مقایسه میکنی. خب بیایم راجع به چی صحبت بکنیم؟ بیایم راجع به پایه ها و اهرم ها صحبت بکنیم. ببین الان رنگ متفاوت اینا رو میبینی؟ بله. ببین رنگ این چقدر با این متفاوت تره؟ همخونی نداره اصلا. این سفید تره، یعنی این رنگش تازه تره. این یکی دیگه از نشونه هاییه که شما به عنوان کارشناس یا حتی اصلا مصرف کننده عادی خیلی بهت کمک میکنه که بدونی آقا این رنگ شده دیگه، تعویض دیگه، برای چی باز شده اصلا، علت باز شدنش چی بوده؟ فرقش با پایه دیگه. آره دیگه فرقش اینها. آره دقیقاً، چون فرق میکنه با پایه دیگه رنگش. نگاه کن این سفیدتره، اینجاها رو نگاه کن تیره تره، بعد این سفیدیش، بعد خود اینم اصلا از پایه خیلی سفیدتره. نگاه کن این سفیدی خود کاپوت با خود بدنه، با خود ماهیت اینجا، حتی اگر اینا رو بشورن باز این کثیفی و چرکی که هستش عین این دیگه سفید نمیشه. قشنگ نوع رنگ اینجا یه ذره کشته شده، مرده شده. بعد اینجا رو که نمیان پلیش بکشن که داخل موتور رو. میدونی چی دارم بهت میگم؟ پس قطع به یقین مشخص میشه. خب یکی دیگه از کارهایی که شما میتونید انجام بدید بررسی چیه؟ بررسی چراغ‌ها رو از دور با هم مقایسه میکنی. خب ببین روی چراغ‌ها یه سری لیبل داره، نگاه کن اینها، روی چراغ لیبل داره. این لیبل ها، خب این لیبل ها بهت کمک میکنه. میبینی لیبل ها رو؟ اینها، این لیبل ها رو، اینا رو هم باز با هم مقایسه کن، مخصوصا تو ماشینای مدل بالا. نمیگم لیبل نداشتا بگو رنگه، میگم سرنخه. یعنی اگر مثلا دیدی مدل روش، اینا غالبا عدد داره دیگه، مثلا غالبا نزدیک مدل ماشینه. خب اگر دیدی این مدلش 96، اینجا مدل 96 زده، اینورم باید 96 زده باشه. بعد از نظر کدری و روشنی با هم بررسی بکن. اگر آفتاب بخوره کدر میشه دیگه، درسته؟ اگر یکیش روشن‌تر شفاف‌تر بود، یکیش کدرتر بود، یعنی کدوم تعویضه؟ اونی که روشن‌تره، شفاف‌تره. اونی که شفاف‌تره. آفرین. خب حتما یه کار دیگه هم باید بکنیم. ببین وقتی که میری بالا سر یه همچین ماشینایی، خب من بارها گفتم اینو، من خودم اگر یه همچین ماشینی بیام بالا سرش، من خودم اولین جایی که چک میکنم شاسیاشه،
دومین جایی که چک میکنم سرکمک‌ها یا باکس کمکه، چون اگر اینا ضربه داشته باشه من نمیخرمش، کاری هم ندارم چنده. اگر میخوام 206 بخرم میرم پراید میخرم، میرم تیبا میخرم. من این نظر شخصی منه ها، از نظر قواعد معامله گری دارم بهتون میگم، از نظر تورم دارم میگم. به نظر من روی این ماشینا اصلا نه سرمایه گذاری کنید نه وارد بشید به اینا، چون اینا معلوم نیست چطوری جمع شده. یه سری ما پست گذاشته بودیم تو اینستاگرام میگفتش که من یه دونه اسقر چکش طلا هستش، ما اینا رو میبریم پیش حسن نقاش پنجه طلا، اینا رو درست میکنه، من کاری به اونا ندارم. شما کارشناس نمیتونید تشخیص بدید که این ماشین با چه زاویه‌ای و با چه اصول و قواعدی جمع آوری شده. پس ممکنه که شاسی خورده استهلاک ماشین رو ببره بالا. شاسی خورده میتونه استهلاک، منظورم لاستیکه، منظورم بنزینه، منظورم استهلاک جلوبندی، اینا چیزای خیلی مهمیه که شاسی خورده نخرید بهتره به نظر من. یه چند تا نمونه من عکس و فیلم دارم از شاسی خورده که دارید شما هم تو تصویر میبینید. من به آقای سادی هم نشون میدم. ببین گفتم بهت مثلا ببین این شاسی جلو دو مدل بالا هست، این خودرو از جلو ضعف خوردگی داشته. ببین سینی و سرشاستی این خودرو، این قسمت رو نگاه کن دقیقا، این قسمتش رو نگاه کن دقیقا، جایی که براق دوب. آره دوبل داره. بله. میبینی بهت گفتم آچار خوردگی و ضرب رنگ پریدگی نداشته باشه. ببین اینجا رو، بله. میبینی اینا. پلاکت سریال این خودرو. حالا راجع به پلاک سریالا توضیح میدم، حالا الان زوده راجع به پلاک سریال. این یکیشه. خب جوشای فابریک رو بهت گفتم، جوشای فابریک، این جوش فابریکه دیگه، این پوینترمون هم ما هی گم میکنیم. این جوش فابریک نگاه کن. خب بله. عین همین جوشو پشت ماشین، زیر ماشین هم باید داشته باشه، رو شاسی هم باید داشته باشه. الان باز بهت نشون میدم. خب اینجا رو نگاه کن. اول جوش غیر فابریک رو ببین. البته رو ماشین خودمون داریم. شاسی آها ببین شاسی جلو از پشته. نگاه کن جوش غیر فابریکو. بله. میبینی اینجا رو؟ بله. خب از اینجا هم ببین فاصله داره، زیر کار معلومه. درست. میبینی؟ بله. خب اینجا هم هست. ببین انقدر دیگه جوش برقه، خب آب میکنه برق شاسی رو. متوجه شد؟ این برق خیلی نازکه، برای همین حتی این قسمت رو نگاه کن، زیر کارش مشخصه. درست. میبینی تکون خورده. بله. حالا من یه دونه فیلمم گرفتم. خب فیلم رو خودم گرفتم. یه ماشینی بودش که این از پشت چرخ جلوه. بخیر باشه. یه موردی که تو کلاس گفتم از پشت چرخ میشه. ببین ترکیدگی مومو نگاه کن. این مورد هستش. همونطور که می‌بینید پشت چرخ رو موم پشت چرخ که الان بهت نشون میدم. تو حالا کلیپ بعدی براتون ارسال میکنم. این مورد رو اگه دقت بکنید ببینید که شکاف موم پشت چرخ به چه صورت هستش. متوجه شدی؟ ارسال بکنم که شاهد باشید و همونطور که می‌بینید ببین جای جوشو. آثار چروکیدگی و زنگ زدگی می‌بینید. درست. متوجه شدی؟ بله. این کل داستان شاسی خوردگیه. حالا شاسی عقبم که باز، حالا راجع به شاسی عقبم اگر بخوایم، این شاسی عقب رو نگاه کن. شاسی عقب به چه صورته؟ قوطی رو نشون دادیم دیگه بهت. همین قوطی دقیقا جلو هم هست که الان بهت نشون دادم که دو طرف ماشین کشیده شده. بذار ببین نمونه ادامه شاسی. اینجا رو ببینید، دقیقا عین همین قوطی اینجا هم هست. اینا هم که تا انتها رفت. اون طرف هم داره، اون طرف هم از اینجا مشخص. اینا دقیقا اینجا میشه. این خود شاسی، سر شاسی.
خیلی خوب. این هم سرشاسی های ماشین. خب حالا ما میخوایم ببینیم که سرشاسی های ماشین خب آیا فشار اومده یا نه. ما یه قلم داریم به اسم قلم مگنت. خب اون قلم آهنربایی ها. خب این قلم چجوری کار میکنه؟ بذار یه توضیح بدم. ببین قلم یه سری اعداد داره روش. خب همشون اینجوری هن. ببین 1 2 تا 3 بیشتر نمیاد. نگاه کن. نه اینکه همشون تا 3 نیان، بستگی به فنرش داره. نگاه کن. این تا 3 میاد. درست. متوجه شدی؟ این چی کار میکنه این قلم؟ این قلم آثار رنگ شدگی رو و رسانایی فلز رو به ما میگه. این قلم آهنرباه. سرش آهنرباه که آهنرباییه که چیز شده، فقط آهنرباییه که کالیبره شده. متوجه شدی؟ آهنرباییه که کالیبره شده. نگاه کن. این طرف به این چه؟ این طرف هم که عدد داره. حالا یه چیزی که هستش، ببین این اگر تا استاپ بیاد یعنی قطعه تعویضه. تا استاپ بیاد قطعه 100% تعویض. متوجه شدی؟ چون ضخامت رنگ انقدر کمه که قلم رو تا انتها میکشه دیگه. این قلم ها خب دقتشون خیلی بالا، به شرطی که اصلیش رو بگیرید، چون فنر اینا و این سرش کالیبره شدنش خیلی مهمه. خب اینها دقت داشته باشید که اگر که بتونه داشته باشه ماشین بتونه داشته باشه، این نمیاد بالا. حالا بریم مثلا روی این ماشین اینجاهاش رنگ داشتش، ببین این مثلا تعویضه تا استاپ میاد. میبینی؟ پس هرچی بیاد بالاتر به ما دیتاهای دیگه میده. یعنی آره دیگه، یعنی تعویض. آره دیگه، یعنی تو فابریک نیست دیگه. خب بعد اینم که اینجا اومدش نکش قطعه رو، اینو چیز کن چون فنرش خراب میشه. متوجه شدی؟ حالا بتونه ببینم مثلا اینجا این بتونه داره. نگاه کن. نه اصلا نمیگیر. میبینی بتونه چجوری میشه؟ اینجاها بتونه داره، اینجاها نداره. این حتی نگاه تا کجا میاد؟ به خاطر اینکه رنگ داره روش. به خاطر اینکه اتفاقا تعویض دیگه. ببین این قطعه تعویض شده. خب یه قسمتایش که نتونستن خوب صیقلش بدن یا خود سطح قطعه ایراد داشته، خود سطح ورق ایراد داشته، اومدن بتونه گرفتن که با بقیه جاها هم سطح بشه. متوجه شدید؟ به خاطر همینه این گلگیر که تعویضه یه جاهایشو بتونه داره نشون میده، یه جاهایشو تعویض داره تا استاپ میادش. اوکی. پس متوجه شدی این چجوری؟ این خیلی مهمه چون برای تست کردن و بررسی کردن شاسی ها، چون دستگاه دیجیتال نمیشه داد. حالا دستگاه دیجیتال هم جلوتر بهتون میگم که چیه، که چه ضخامت رنگ رو بهتون میگه و حالا جلوتر به واردش میشم. این رو دقت داشته باشید که بذار که من کاراییشو بهتون بگم به چه دردی اصلا میخوره این و چه کارایی داره. ببین یکی از کارهای مهمی که این آهنربای ما یا همون قلم تست رنگ داره، خب اینجاها رو نمیشه دستگاه زد، دستگاه دیجیتال نمیشه زد. باید چیکار کنی؟ میای چیز میگیری. ببین داخل ماشین، خب ببین اینجا الان این شاسیش تعویضه، کن اینجا هم گرد رنگش هست. خب بعضی جاهاشو بیشتر میگیره. متوجه شدی؟ بعد یه چیزی هم بهتون بگم، قطعات داخلی ماشین مثل داخل کاپوت، مثل بین لای درها، مثل داخل محفظه صندوق عقب، اینا ضخامت رنگشون کمتره. چرا؟ چون در معرض آفتاب و باد و بارون اینها نیستن و نیازی نیستش مثل بدنه ماشین زیاد بخواد رنگ بشه. فقط اونا در حد آستر میخوره. ولی این ماشین معلومه که رنگ شده، حتی همین سینه جلوش هم معلومه که رنگ شده، چون داری میبینی تفاوت و گرد رنگا رو دیگه. ببین اینجا مثلا این یه تیکه سیاه تره از این قسمت، اینجا سیاه تر از اینجا.
ببین میدونی این داستان شاسی خورده و اتاق تعویض و اینا که اینم پوت کوزه گریه. وقتی که بازار خیلی به شدت میره بالا یا به شدت میاد پایین، میره بالا میگن که اینا دارن برای شماهایی که کارشناسید یا تصمیم به خرید یه ماشین دارید میگم حواستون رو تو اینطور مواقع بیشتر جمع کنید. زمانی که قیمت ماشینا هر روز میره بالا 10 میلیون 20 میلیون 50 میلیون هر عددی قیمت ها به شدت رو به بالاست، کلاهبردارا اینجوری شما رو هیجانی میکنن، میگن آقا الان نخری فردا 10 میلیون دیگه باید بالاتر بخری، فردا 20 میلیون دیگه 30 میلیون دیگه باید بالاتر بخری. نه آروم باش، اوکی قیمت ها بالاه ولی بهتر از اینه که کل پولت از بین بره. 10 میلیون 20 میلیون میخوای گرونتر بخری، بهتر از اینه کل پولت بره زیر سوال. و زمانی که قیمت ها به شدت رو به پایینه، مثلا ماشین یه 206 200 میلیونه، طرف گذاشته ارزش بازارش 200 میلیون گذاشته 170 تومن و استدلالش هم اینه من صبح چک دارم بیا باهات راه میام ولی صبح به من پول بده. اینا تمام استدلالاییه که بعد طرف میگه آقا من میدونم خودم ماشینم 30 میلیون پایینتر گذاشتم، آبروم از اون پول مهمتره. این خبرها نیستش. همین الان شما یه ماشین حالا 1 میلیاردی حالا هر عددی، خب یه عدد خیلی کوچیک‌تر و پایینتری ببر در یه نمایشگاه میخره. خب میخوام بهتون بگم آگاه باشید، فقط هدفم از این صحبت ها آگاهی شماست که بدونید موقعی که بازار هیجانی میشه یا قیمت ها به شدت میاد پایین یه جا طمع میگیره، زمانی که قیمت ها میاد پایین طمع روتون غالب نشه، زمانی که قیمت ها میره بالا ترس روتون غالب نشه. اینو خواستم حواستون باشه که بتونید خودتون رو متعادل نگه دارید که تو زمانهای مختلف کلا سرتون نره. خب بریم جلوتر. ببین یه موضوعی، یه سرنخ دیگه، یادته نمدی اون 206 رو ستیکه عقب دادیم چون فقط چیز نداشت، خار نداشت. هر موقع شلگیرها کجاست؟ دقیقا اینا شلگیره اسمش. دوربین بیا ببینم، اینا اسم شلگیره، اینا شلگیرای ماشینه. اون چیز منو بده چراغ بر، اینا شلگیره. هر موقع دیدید این خارا سر جاش نبود یه سرنخ میتونه براتون باشه، یا گلگیر ایراد داره یا شاسی ایراد داره. ببینید اینا همش پوینتر اومده، اینا همش براتون میتونه سرنخ باشه. چیا؟ این خارها. خار رو نگاه کنید اینجا، میبینید؟ یا مثلا اینجا، یا مثلا این داخل اینجا. حالا از این طرف دور میتونی قشنگ بگیریش. اینها این خار، اینا رو دقت کنید. متوجه شدید شد؟ این خودش یه سرنخ میتونه باشه. کارشناس از همین جاها، کارشناس که علم غیب نداره که، اینا رو میاد کنار هم میذاره، مثلا میبینه این نداره یا این آچار خورده، این یه اتفاقی براش افتاده وجود نداره، میاد میبینه چرا این نیستش، نکنه به قطعه آسیبی رسیده باشه. گرفتی؟ سوال داری؟ خب بیایم راجع به چی صحبت بکنیم. گفتم دوباره کاپوت، مومش رو بررسی کن، ناخون بزن، لمسش کن، قفل کاپوت رو حتما بررسی بکن، داخل این چیزها رو نگاه کن که رنگ داشته باشه، آستر داشته باشه، خام نباشه. گرفتی شد؟ بعد حتما داخل این زیر نمدی رو اگر شک داشتی ببینید یه حاله مشکی داره، درسته. اگر صافکاری رو بخواد رنگش بکنه خب نمیتونه اینجوری در بیاره. مثلا ببین اینجا رو میگم، دقیقاً اینجا رو میگم، یه ذره نمدو اوکی ببین اینجا اوکیه؟ متوجه شدی منظورمو؟ بله. اینجا اینا رو حتما دقت کن. بعد دستتو بکش قشنگ، نترس، قشنگ لمس کن قطعه رو، هم این طرف و هم اون طرف و با قرینش مقایسه کن. این الان فابریک، متوجه شدی؟ بله. خب حالا غیر فابریک چیه؟ اینه.
اصلا ببین چقدر شفافتره، میبینی این آینه میمونه. ماشین مدلش اصلا گفتم یادت اول صحبتام گفتم باید میرید بالا سر ماشین مدل ماشین رو بپرسید. این ماشین مدلش 84. خب این بدنه 99 متوجه شدی؟ بعد یه چیز دیگه هم هستش. بعد اینکه موماشو بررسی کردیم، مثلا این الان فابریک نیست دیگه، نگاه کن موم داخلشو، اصلا موم غیر فابریکو قشنگ دیگه فکر کنم براتون جا افتاده باشه. بعد داخلش هم سفیده موم غیر فابریک، نگاه کن داخلش سفید، در صورتی که باید زرد باشه. بعد راحت هم کنده میشه، ناخن میندازی کنده میشه. خب ببین حتما اینجاها رو قلم بکش، مگنت بکش. خب باکس کمک رو حتما مگنت بکش. پایه های اینا رو از پایه میبرن ها، بعضن پیچا رو باز نمیکنن، از پایه میبرن. حتما اینا رو قلم بکش که قطع نکنه یه دفعه. این یه موضوع. بعد اینکه دوباره مثل بقیه پیچا زیرش رو نگاه کن که این حالت رو میبینی اینجا رو، بله آسترشو بله دیدی؟ بله بله. این آسترش متوجه شدی؟ بله. خب اون پیچ حتما دقت کن، هر 4 تا پیچو دقت کن آچار خوردگی و اینها نداشته باشن. روی گلگیرا رو، پیچای گلگیر رو بررسی کن. یه کار دیگه هم هستش که بتونی بکنی، خب اگر که شک کردی یا شک داشتی. خب نگاه کن شاسی ها رو حتما، این آینه تلسکوپی بهش میگن. خب ببین شاسی رو نگاه کن، من چجوری دارم نگاه میکنم، میبینی؟ من فکر میکنم از این طرف بهتر معلوم باشه. شما اینجا خب میبینی شاسی رو، نور رو قشنگ بگیر رو آینه. از اون طرف نور رو بگیر تو آینه. آها ببین زیر شاسی رو قشنگ دارم من نگاه میکنم. بله. نبودی گیر بودی، نبودی نداشتی آینه، گیر بودی، دوربین جلوی گوشی تو روشن کن، نگاه کن.